با شروع تابستون ایده ساخت کانال یوتیوب و کسب درآمد از اون به سرم زد. ولی نمیدونستم که آیا میتونم از یوتیوب کسب درآمد کنم یا نه. هنوز هیچ کس نمیدونه که آیا همه کانال هایی که داخل یوتیوب ساخته میشن به راحتی میتونن رشد بکنن و یا موفق بشن و به درآمد دلاری که همه از اون صحبت میکنن برسن یا خیر. ولی من تمام این سختی ها رو به جون خریدم و تصمیم خودم رو گرفتم که یه کانال داخل یوتیوب بسازم. تقریبا بعد گذشت یک هفته، یه روز که داشتم داخل کف یوتیوب میگشتم، یهو این تامنیل به چشمم خورد. این اولین ویدیوی منه. کمک. عجیب ترین چیزی که به چشمم خورد تعداد بازدیدهای این ویدیو بود که 100,000 تا رو رد کرده بود. عجیب تر از اون این بود که این ویدیو اولین ویدیو یک کانال تازه تأسیس بود. پس به سرعت تصمیم خودم رو گرفتم و رفتم که اولین ویدیوی خودم رو بسازمش. بعد از انتخاب ایده که انجام شده بود، رفتم سراغ سناریو نویسی. سناریومو با قدرت و دقت تمام نوشتم. اینجا ذهن خلاقم به کمکم اومد. بعد از نوشتن سناریو وقت ضبط صدا بود. من همیشه عاشق این مرحله بودم و همیشه دوست داشتم صدای خودم رو ویدیوم باشه. اما خجالتی بودنم کمی کار دستم میداد و همیشه با خجالتی بودنم مشکل داشتم و نمیتونستم به راحتی صدای خودم رو ضبط بکنم. این صدایم که الان میشنوید بعد از تلاش فراوان ضبط شد. خلاصه بعد از کلنجارهای فراوان صدام هم ضبط کردم. مرحله بعدی ادیت ویدیو بود که خوراک خودم بود. ادیت ویدیو هم تمومش کردم و حالا همه چیز آماده بود که من اولین ویدیوی کانالم رو آپلود بکنم. اگه الان داری این ویدیو رو میبینی، بدون که بالاخره تونستم اولین ویدیوی خودم رو آپلود بکنم و تصمیم خودم رو گرفتم. این تازه شروع راه منه. هنوز کلی راه نرفته دارم. برای اینکه موفق بشم حتما من رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک بکنید و اگه ایده چیزی دارید حتما توی کامنت ها بگید. حتما کامنت ها رو میخونم و ویدیوشو میسازم. هر حمایت از منو موفق تر از قبل میکنه. واسه آخر ویدیو هم نمیدونم چی بگم.